به دوستان عزیز، اومدیم با بازی انیمال راش یه آپدیت جدید و خفن داده که داخلش چند تا شخصیت جدید اضافه شده، همینطور هم یا چند تا ماشین. اول این شخصیت های جدید رو نشونتون بدم. این چند تا شخصیت، 6 تا شخصیت خیلی خفنن. این گوکوه، فردی حالا نتونستن اسمشو درست بنویسن. ما بگذاریم بریم سراغ ماشینا، ولی این شخصیتاش خیلی خفن بودن، بهتر از شخصیتای قبلی بودن که اضافه شده بود. خب این چند تا از ماشینان، اولیش پراید، کویک، پژو پارس، اسپورت و 207 و بوگاتی. این چند تا بودن و یه قابلیت خرید فرقون هم اومده که منم گرفتمش. خب یه چند کد جایزه جدید اومده، گوگل پلی هستش که بزنیدش بهتون سکه جایزه میدن. خب من دیگه ویدیو رو قطع کنم وقت ویدیو زیاد نشه. حتما تو کامنت ها بهم بگید که اگر این کد جایزه رو زدید چقدر بهتون سکه داده و آیا شما بوگاتی خریدید یا نه.